بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح خود در کتاب قربانی آن گفتند که باب من قال الاضاحی یوم النحر، باب درباره آنهایی که گفتند که قربانی این روز نحر است، یعنی قربانی روزی عید قربان است. بله، بعض علما همین گونه هم گفتن، مانند محمد ابن سیرین رحمت الله علیه. لیکن بعض علما میگن که معناش این است که بهترین روز قربانی روز عید قربان است. یعنی در نزد جمهور علما قربانی کردن در کدام روزها مشروع است؟ در روز عید و 2 روزی بعد از عید، یعنی همگی 3 روز. در همین 3 روز قربانی اجازت است، لیکن بهترینش روز اول. این در مذهب امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد و سفیان ثوری و غیر از صحابه ها. و مذهب دوم مذهب شافعی هست، میگن که روز عید و 3 روز دیگر، یعنی همگی 4 روز میگن. لیکن بهترش روز عید قربانی کردن، تا اینکه روز عید انسان از گوشت قربانی خود و اهل و عائله و همسایه یارو نزدیکانش بهره‌مند گردد. یعنی این در حق کسی است که فرض کردیم روز عید پول و مال ندارد، امکانیت ندارد، روز دوم عید امکانیت ندارد، یکی روز سوم عید امکانیت قربانی کردن پیدا کرد، مثلا قربانی کند.